میاد بر روی تشک آغاز میکنه کشتی خودشون که از زیباترین کشتی قرن دو امتیاز میگیره. در سرشاخ روی دستان هم یه کار میکنن. بلدوزر کشتی در تلاش هستن که با قوس کردن تعادل حریف خودشون به هم بزنن. دو کشتی آماده و سرحال به دنبال کار کردن دستا صدر زنجیر خودشو به اجرا بده. او هم تکون میده. حالا بالگریفا می کنار پا درگیر میکنه و به دنبال سالتو برانداز هست. یه سالتو برانداز 4 امتیاز شیرو باد در نان پدر حلال دلم میتونه اخطار داشته باشه. وقتی که بلند بشه بزنه با آباتش. سرشاخ باز هم دست سعی داره که با دست کار کردن دستا گارد حریف خودشو باز کنه و زیر دو خمه خودشو به اجرا بذاره با دستای کشیده که داره. پسری که میخواد افسانه شود گیر برقاسا خاک میکنه. 2 امتیاز میگیره. یه حمله برقاسا رو میده برای برانداز. سعی داره برانداز به اجرا بذاره. در مورد سگک سعی داره برانداز به اجرا بذاره. چپ و راست حمله کرد در یک لحظه در بعد داور وسط کشتی رو سرپا میده. چند سال تو براندازی زد. باور کنید در مسابقات المپیک لیفت کردن حریف کندن حریف عکس العمل نشون میده. کار سخت و دشوار هست. چه سال تو براندازی بالا یه دستور از یک کتور ابرقاضی پای حریف تو چک خارج میکنه. یک امتیاز امتیازو نمیدن. 2 ثانیه 1 ثانیه تا وقت